اگر راه دیگری برای تامین اهل و عیال خود می داشتیم این ضرورت را نمی کشتیم. اگر راه دیگری نیافتیم با سلاح و جان کوکنارهای خود را دفاع می کنیم. یا باید برای کار به پاکستان و ایران یا تاجیکستان گریزیم که این امکان وجود ندارد زیرا ما را باز برمیگرداند. عبدالصمد از ولایت ننگرهار افغانستان است که برای جمع‌آوری حاصل کوکنار آمادگی می‌گیرد. زراعتی که به هروئین تبدیل می‌یابد و به تاجیکستان نیز می‌رسد. مردم زیادی در ننگرهار از راه کشت کوکنار و فروش تریاک زندگی می‌کنند چون به قول خودشان علاج ندارند. کشت گندم درآمد زیاد ندارد چون مثل کوکنار گران نیست. از بس که وضع اقتصادی ما بسیار بد است مجبور کوکنار می‌کنیم. دهقانان افغان 1 کیلو گندم را نیم سنت و 1 کیلو تریاک را تا $114 می فروشند. بسیاری از هروئین جهان از حاصل کشتزارهای کوکنار افغانستان تولید می شود. طالبان که سال گذشته عهد دادند کشتزارهای کوکنار را محو می کنند، همین ماه گفتند به سبب بحران سخت اقتصادی به کوکنار پروران دست نمی رسانند. ما یگان چاره بر ضد دهقانان نمی اندیشیم تا وقتی که جایگزینی مناسب برای آنها پیدا کنیم. آنها حالا هم مشکلات زیادی دارند. اقتصادی ویران شده از جنگ افغانستان که زمان تنها با کمک‌های بین المللی زنده نگه داشته میشد، حالا در آستانه سقوط قرار دارد. مواد مخدر که مصیبت‌های زیادی بر سر همسایه کشور تاجیکستان آورده است، با اقتصاد و نابسامانی‌های افغانستان گره خورده است. با گفته سازمان ملل سال 2021 در افغانستان 6000 تن تریاک برداشتند که از آن میتوان 320 تن هروئین به دست آورد.